با نام خداوند. سلام دوستان عزیز، من حکیمی هستم از فرانسه. شما در برنامه نوبتی دیگری ما امروز برنامه ویژه است. با یک از نمایشگاه‌های اومدیم که هم محصولات خواجگی داری، هم محصولات کشاورزی، هم محصولات نمی‌خوام در همه شهر چه چیزا تولید بشه و نمایش گذاشته شده. فرمایید نصیب باشه ما دانه به دانه هر یک گوشه و نوار می‌کشیم و بهره‌اش رو پیشکش می‌کنیم. با ما می‌مونید و رفتیم با هم این برنامه را از نزدیک تماشا می‌کنیم. دوستان عزیز، چنانچه که در نوارهای خود می‌بینید اینجا خیلی هم شرکت‌های کلان زیاد آمدگی‌اند و چه خود رو به نمایش گذاشتن و هر یکی مردم ببینن، آشنا شوند و برای مصلحت کنن بیان بخرن. بریم یک طرف این برنامه نمایشگاه شروع می‌کنیم به نوار کشیدن. رفتیم. را بینید دوستان، ایو با حسابی چوب چی میگن وارخی چوبای چوبا میده میکنن 2769 هیرا بدایت همین هر خیل دستگاهی بنزپیله چیزا این طرف تراکتور بده، این طرف نمایشگاه‌های تکنیک‌های کشاورزی. اینجا ربات‌ها هم به دست هست. اینو ولای علف زنیه گازان زدن. خوشا بیچ خیلی جای چی بده، تمامی تکنیک‌های کشاورزی جمع آوری شدن. خیلی جالب بود. این هم ربات های برای گازان زدن. اینجا هم فیرمای خسکاورنا بوده. این هم چند نمودش چند وایش. این طرف هم ماشین های برای کوه جنگل و همه چیزا خیلی کلام بوده امروزی. دمی شرکت های تراکتور سازی در اینجا، تراکتور سازی، ماشین سازی، نمیفهم چیزای سبک و وزمین در اینجا به نمایش گذاشته و اینجا هم تراکتورهای هالند، تراکتورهایی که شرکت هالند میبرن در اینجا به نمایش گذاشته است. بریم با دیگه طرف های نمایشگاه ما رو همراه باشید. دوستان عزیز، دیگر نشان دادم در فرانسه یا که در عمان و اروپا ماشین پرس یا کاهای پرس با این شکل پرس میکنن، دایره شکل و در جمعش میکنن و اما بندی پرس قدیم میبندنش. خیلی بدای در این طرفش چیه؟ این همون شکلی که بایش میکنن و اینجا چندین کرانا و چه دیگه خیلی زیبایی رو بین. خیلی گفتی گفت برای مردم، برای آسان کردن مردم. باور که یک چیزی رو ما یکم بار راسیگاه میبینم نمیدونم دیگه یک خیلیش با خاطری چیه. یارم میتونه خطان کردن میدانه در کمیته را بنویسن و اینجا هم استوهای چوب تراش محصول های دستان خدا نمایش جا شدن. ایوش خیلی زیبا هم سنجا با اینجا اینجا خسم هم ساخته است. اینجا مایمون هم بوده، شیمپانزی. این بود دیگه، این بود تراکتوری والترا، شرکتی والترا. اینجا شرکتی هالند تراکتورش بعد چیزاش. اینجا شرکتی وولوا
که مثلا برای چی میگن، برای جنگل و برای درختبری و چیزا. این خیلی وای داره، کران هم میگیرد در برای خودش جو با جو میکنه، هم میفراره، کار آسون میکنه خلاص. من از یک چیز جالب دیگه، مثلا یک تراکتور، مثلا این تراکتور که از میبینید دستگاه میبینید کار یک قشلاق آدم میکنه. ما حساب چه خیر دیگه کنده را بالا میکنه، در بالا در اینجا مایداش میکنه، در اینجا ای خیر برای پرچکا و برای خانه، برای مثلا از میسان استفاده بودن محصولات تیار میکنن که میتونیم این طرف ببینیم. این بارا بین سپورا بین، برای که در بعضی جاهایی که سخت یخ بندی و دیگه خیلی سب میزنن، تراس میزنن، گفتی که زنجیر میزنن، گفتی که پا میبرن میرون. این طرف هم دیگه خیلی تکنیک ها هستن، فیرمای کاموکس، این هم کشاورزی های چیزش. و این طرف دوستان عزیز جالب ترین موتورسیکل های هستن که برای استفاده بردن کارهای شخصی. این فرم به نمایش گذاشته است از اینجا. ببینید چند نموده مایده کلان، دیسکی کلان، از راست لیگونه کپا. این اگه مقصد ایش باید دیوانه بوده دیگه. 1000 سوم کسی بخره تخفیف داشته، 21990، یعنی در 20000 میتونن بگیره. ببینه ای در 21000 1000 سوم تخفیف. و اینجا شرکت کات که مثلا کرانخچه با نمایش شده است، با نمایش گذاشته است. و این طرف هم دیگه تراکتورها و دیگه تکنیک هایی که تکنیک های کلاس یا کلاس بخیرم خیلی جالب. چطور بین؟ خب این طرف دوستان از این تراکتورهایی که فقط در جنگل استفاده میبرن، هم با قوتن ماشینیان، هم کارشون کشاندن درختان بریدگی با جاهای در کاری و با شرکت ها. این رو بینین، این شرکت هم چخچه درجه با نمایش گذاشته است. این رو بینین خیلی باور که کلان امروز و چیزهای جالب. و اینجا هم چندین چیزهای بیزن پیلای هست که وای با نمایش گذاشته است. این شرکت شتیله بخیلان. این رو بینین چند نمود وای جالبی دیگه شبین. این رو بینین و این هم شرکت نمایشگاهی که امروز رو 20 هفته که در این شهر به نمایش گذاشته شده است. ای تمام شرکت هایی که در فرانسه فعالیت دارند در اینجا محصولات خود آوردگی هستند. این رو بینین دوستان، این هم دیگه شرکت دیگه وسایل نقلیات میگم کدام این هم یک شرکت دیگه، شرکت استیل ربات های خشم به نمایش گذاشته شده است. این رو بینین و اینجا هم کدام تراکتورای چیه برای کدام کارهای دیگه. و این جالبیش دیگه شبینه این چی باشه، این با بنزین پیله بده بنزین قدیمی رفته، اینجا رولش بده، اینجا ترمز چیزا شبیه او چپا میکده، خودش بار میکده، چپا میکده. خیلی جالب. و این طرف هم تلسکوپی که مثلا ماشین تا میبره، یکان بارای وزمین هم میبره، در ریسیپ وای میزنی میبری ماشین دا. و این طرف هم با دیگه تراکتور برای چی باشه من نمیدونم. این طرف با برای گندم دروی و برای کمباینه کلان. شرکت کران. چیزی جالب دیگر را دیدیم، جا پریتسیپ های یا که با گفتی فرانسه یا غماق برای گووا را بردن، گوسفندا را بردن، برای اسبا را بردن. این خیلی ترانسپورت تشکیل کردگیان، ساختگیان به حساب.
و میتونی که ای چیز ببری برای خواجگی های تاجیکستان. خیلی چی هم هست، کار آسان میکنه، فایده آور هم هست. خیلی چیز جالب. و دوستان جالبی در چیه که بعضیشون نرخ ندارن، باید به شرکت ها مراجعت کنیم، باید بچه ها، اما ما وقت نداریم که همه رو چکیم. این هم طرف چی نمایشگاه و این هم کامباینه که مدروا مثلا زمین ها رو وای میکنه. این بو وابشه گرینی باید بوده خیلی کلان. این رو بین شرکت کلاس کامباین. اینش تراکتره که همو ترانسپورته که در بالا را چطور هم میبرداره. این کرانش خطیش چیز هست، شرکت کلاس. و این طرف هم چندین تراکترهای دیگه. باور که سر ما در گرفت، هم قبل بسیاره که دیگه نمیدون کدومش سیانکار کنیم. این خیلی باید با نمایش داشتیم. و این هم چندین تراکترهای دیگه خیلی کلان کلان. اوزا خیلی قیمت هم حتی شپرسیده میگه خریبی 180-200,000 €. یا رویش خیلی کلان هم. شرکتی میشلین بده بالاناش. اینجا لباس های همیشه بودن، لباس های کاری برای صحرا.